بریم سراغ جدال کسهای بارسا با کسهای رئال. داورم یه کس نابه. حالا یه پاس عالی از روبروی چوچوله اون بازیکن رئال گذشت و اشرف رودریگز فرو کرد تو رئال. بازم بارسایی از سوراخ سمت راست زمین، موقعیت برای بارسا. اونجا رئال کسخل چیکار کرد؟ در برگشت بازم میره در رئال. بارسایی دست برداره کونه رئالیانی و سن همچنان فشار میارن دروازه‌بان رئال و از کدوم دهات عناباد آوردن؟ ریده. گویا از دهات‌های کس مخستان اطراف حوالی مادرید اومده. رسما دفاع راست رئال و جاده تهران شمال کردن. فرصت برای بارسا همچنان هستش دیگه. مادرید و جنده خونه کردن 4-0. تیم آقایون رئال از بارسا امسال یه 4 تا خورد، یه 5 تا. تیم بانوانشون هم 2 تا 5 تا خورده. بازم تو دست بارساییاست. در جناح چپ یه پاس عالی و گل بعدی و سوسن رودریگز میزنه. اون آبی که اونجاست از آب 5 تایی شدن و بگاه رفتن و دخول تیمشونه.